آیا تا حالا درباره موجوداتی شنیدی که توی دل زمین زندانی شدن، فقط منتظرن که آزاد بشن و دنیا رو نابود کنن؟ قرآن توی سوره کهف از مردی قدرتمند به نام ذوالقرنین حرف میزنه. کسی که خدا بهش قدرت پادشاهی داد و اون از شرق تا غرب دنیا سفر کرد. تا وقتی به جایی رسید بین دو کوه بلند، مردم اون منطقه بهش گفتن بین ما و یک قوم وحشی به اسم یأجوج و مأجوج سدی بساز. اونا به ما حمله میکنن، شهرها رو نابود میکنن، همه چیز رو میخورن. هیچ کس جلودارشون نیست. ذوالقرنین با قدرتی که خدا بهش داده بود گفت من براتون سدی از آهن و مس مذاب میسازم تا اونا دیگه نتونن عبور کنن. و ساخت قرآن میگه اونا دیگه نتونستن از اون سد بالا برن یا سوراخش کنن. اما این فقط برای مدته، چون قرآن میگه وقتی وعده خدا برسه اون سد نابود میشه و یأجوج و مأجوج مثل موجهایی از کوه پایین میان و همه جا رو ویران میکنن. گفته شده اونا هر روز سعی میکنن ولی خدا نمیذاره تا روزی که اجازه داده بشه. اون روز همه چیز تموم میشه. یأجوج و مأجوج هنوز زندن پشت دیواری که هزاران ساله ایستاده و وقتی آزاد بشن فقط ایمان به الله میتونه نجاتت بده. اگه میخواید ادامه این ویدیو رو براتون درست کنیم لطفاً توی کامنت ها بگید پارت 2 رو بذارید